با این کار شما میتونید تو وقت خودتون صرفه‌جویی کنید. سلام، خوش اومدید. نه جدی میگم خوش اومدید، واقعا آموزش به دردتون میخوره. قراره یاد بدین که چطوری توی زمان خیلی کم کلی از گونه‌تون رو دائمی کنید. شاید بگین کاری نداره، میریم یه مچ 10 تا کیل میگیریم، این کار 150 بار تکرار میکنیم. اما صبر کنید، شما قبل از اینکه کامای دایموند بگیرین باید کامای گولد بگیرین که باید براش کیلای مختلف بگیرین از این جور چیزا. بگی من کامای گولد گرفتم، تو فقط بگو چطوری دایموندش کنیم، کار نداره، میریم یه مچ 10 تا کیل میگیریم 150 بار تکرار میکنیم. اما این فقط برای گانای رایفل، گانای اسنایپ، شاتگان و SMG 120 بار باید این کار رو انجام بدیم. اما این موضوع ما این نیست که چطوری گانمون رو گل یا دایموندش کنیم. موضوع ما اینه که چطوری کلی گانو توی زمان خیلی کم کلی گانو بتونیم دایموند کنیم. اما قبلش شما این ویدیوها رو دیدین که میگم مثلا توی یه ساعت چند تا گان دایموند کنیم. شما بعد بگم که همش دروغه، شما تو 3 ساعت هم نمیتونید چند تا گان کنید که برسه به 1 ساعت. شما بهترین پلیر کالاف هم باشین نمیتونید این کارو انجام بدین، اصلا غیر ممکنه. چون تقریبا هر مچ کالاف 3 دقیقه طول میکشه و اگه شما بخواید این کارو کنید خیلی بیشتر طول میکشه و به 1 ساعت نمیکشه و خلاصه این که داشت نظر روش یه دروغ الکی نظر. مرسی. خب اولین کاری که میکنه اینه که میان تو لابی یکم از اینا دینا تکون میدین که از اولاش گرم شه. بعد میان اینجا میرین رو حالت مودا میاین میزنین کلاسیک، میاین هارد پوینت. حتما هارد پوینت انتخاب کنید، هارد پوینت ها، چیز دیگه انتخاب نکنید. بعد میاین تو مپ، میاین پایین شیپمنت. حتما شیپمنت رو بردارین، شیپمنت بهترین مپه برای دایموند کردن گان. شاید بپرسین چرا حالا هارد پوینت، چرا نریم فری فور آل بازی کنیم که سریعتر تموم شه. خب گوش کن دیگه داداش، مگه نمیخوای گانت رو دایموند کنی؟ برو هارد پوینت بازی کن، هارد پوینت بیس، بعدش قشنگ می‌بینی گانت رو دایموند کنی. و برای دایموند کردن یه سری قانون وجود داره که اگه اون قانونا رو رعایت کنی میتونی خیلی سریع گانت رو دایموند کنی. قانون اول اینه که چند تا گان دایموند کن، همیشه یه دونه گان دایموند نکن که بتونی کلی گان رو همزمان دایموند کنی و سریعتر گان رو دایموند کنی که الکی 7-8 ساعت وقت نذاری که فقط یه دونه گان دایموند کنی که خب همه میتونن این کارو انجام بدن. و بهترین راه و پرسرعت‌ترین راه همینه که چند تا گان رو همزمان دایموند کنی و اینکه شما چند تا گان گلدتون رو همونطور بزنید تو لودر و گانتون رو دایموند کنید. قانون شماره 2 اینه که هیچ وقت از مود فری فور آل استفاده نکن، چون حتما وقت داره هدر بدی. مود فری فور آل اینطوریه که 20 تا کیل بگیری و هر کی 20 تا کیلو گرفت، اول 20 تا کیلو گرفت برنده میشه و خب تا بخوای استارت تا بزنی و بازی شروع کنی گانا رو بردارید فایت بدی اینا و دوباره برید تو لابی یه دست استارت کنی، اینا خودش 3 دقیقه طول میکشه و اگه بخواین یه گان SMG داخل مود فری فور آل دایموند کنین حدود 450 دقیقه که اگه تقسیم بر 60ش کنیم میشه 7 ساعت و نیم طول میکشه که بخواین یک گانا فقط توی فری فور آل دایموند کنی، فقط یک گان مگا دایموند کنی. حالا تو میای چند تا گانا میذاری پوستر هم تو لودت و اولین گانی که میخوای دایموند کنی یا برمی‌داری برش داری یا باهاش 10 تا کیل میگیری و 10 تا کیل هم بیشتر نشه حواستون باشه و با نایف با میداینا هم کیل نگیرین که حسابش دستتون باشه. حالا من 8 تا کیل گرفتم، 2 تا دیگه میخوام، یه اولیش این دومیش. حالا خودکشی کنیم، چیز خودکشی هم نداریم، اینطوری میریم اینطوری خودکشی میکنیم. این هم از خودکشی. خب حالا میایم گان دوممون رو برمی‌داریم، گان دوممون که برداشتیم با اینم 10 تا کیل میگیریم. الان من یه دونه کیل گرفتم، 11 تا کیل گرفتم. و اصلا بردن تو هارد پوینت مهم نیست وقتی کلاسیک بازی میکنه، چون اصلا هیچ امتیاز ازتون کم نمیشه وقتی ببازی، چون فقط هدفتون دایموند کردن گانه. اینجا این کیلم میگیریم خودکشی و گان سوممون رو حالا برمیداریم. گان سومی که برداشتیم اینجا میان کیل میگیریم، 3 تا کیل، 4مین کیل، 5مین کیل، 6مین کیل.
هشتمین کیل، هفتمین کیل، هشتمین کیل، نهمین کیل، دهمین، هشتمین، نهمین کیل و دهمین کیلمونم میگیریم. حالا اینجا دوباره خودکشی، نه اینطور فایده نداره. و حالا گانه چهارمتون هم برم داریم، همینطور این روند ادامه میدیم. حالا حساب میکنیم اگه بخوایم یک گانه رایفل رو داخل هارد پوینت دایموند کنیم میشه 1050 دقیقه، پس ما 60ش کنیم میشه 17 ساعت نیم. شما تو 17 ساعت نیم دایموند کنیم. حالا خیلیاتون میگید که آقا شاید یه دست هارد پوینت 7 دقیقه طول نکشه، 10 دقیقه طول بکشه، بازم مشکلی نیست. ما بخوایم 10 رو ضرب در 150 بکنیم میشه 1500 دقیقه، که بخوایم تقسیم بر 60ش کنیم میشه 25 ساعت. یعنی شما تو 25 ساعت میتونید که 10 تا گانا دایموند کنید. حالا ما که 25 ساعت نمیشینیم، میشه 3 روز و شما میتونید تو 3 روز 10 تا گانا دایموند کنید. اگه خوشتون اومد ساب کنید.